باشو. تو کی هستی؟ اینجا که هیچکی نبود. تو کی هستی؟ اینجا همیشه یکی هست. تو کی هستی؟ چی میخوای از این من چیزی نمیخوام. تو کی هستی که اومدی اینجا و آرامش اینجا رو برهم زدی؟ من کاری نداشتم. من خواب بودم اینجا. کاری نداشتم، خواب بودم. اون چیه تو دستت؟ این یه چیز خاصی نیست، اصلا اهمیتی نداره. اگه اهمیت نداره چرا اینقدر مواظبشی؟ تو کی هستی؟ اول بگو کی هستی؟ من یه ناظرم. یه ناظری؟ کجا بودی تا؟ من همیشه هستم. خب ببین من کاری ندارم. من دارم میرم، اصلا کاری ندارم. با تو هستم، بمون. تو نمیتونی بری و باید پاسخگو باشی. پاسخگو باشم؟ الان پاسخگو بهت نشون میدم. نمیتونی. تو هیچ وقت نمیتونی. تو هیچ وقت نمیتونی نزدیک بشی. باشه. و باید پاسخگو باشی. اون چیه که داری حملش میکنی و اینقدر هم دلت براش گرفته؟ این سر یه آدمه. سر یه آدم؟ سر یه آدم؟ آره سر یه آدمه. از کجا آوردی؟ باید تو پاسخ بدم الان؟ بله باید پاسخ بدی. اما جنگه دیگه، تو جنگ کشتمش. چقدر راحت آدم میکشی تو؟ از کجا اومدی که اینقدر راحت آدم میکشی؟ جنگه، تو هم باشی میکشی، هر کی باشی میکشه. منم کشتم. یک حیوانم این کار نمیکنه پسر. گفتم که نمیتونی نزدیک بشی. خود تقلا نکن. ببین حرفات خیلی شبیه اینه. این وقتی داشتم میکشتمش التماسم کرد، به پاهم چسبید، گریه میکرد که نکشمش، اما گفتم نه. درست همون کاری که اجدادت میکنه و کردن و خواهند کرد. اجداد من؟ آره اجداد من از کجا میشناسی؟ اجداد تو رو همه میشناسن. اجداد تو رو همه میشناسن. اجداد من از کجا میشناسی؟ اجداد تو به امارت ری هم نرسیدن و آدم کشتن و سر بریدن. اجداد تو حتی یک طفل 6 ماهه هم رو کشتن. ببین من به اجدادم کاری ندارم. اونا قوی نبودن اما من قویم. در تاریخ اسم من هست اما اسم اجداد من نیست. وقتی داشتم میکشتمش همین حرفا رو میزد، همین بلبل زبونی ها رو میکرد، اما من کشتمش. فهمیدی؟ تو کشتی و فکر میکنی که موندگار میمونی. 100%. میخوای بدونی چجوری کشتمش؟ آره وقتی نگاش کردم حتی نمیتونه تو چشای من نگاه کنه، فقط به آسمون نگاه میکرد. نمیدونم اونجا با کی وعده داشت، چه داستانی بود. هر چی بهش میگفتم حرفی بزن، خواهش کن، التماس کن که ببخشمت، اما نمیکرد. رفتم توی مرحل، دیدم تنها وایستاده، هیچ کس هم دور و برش نیست. فرصت خوبی بود، رفتم سمتش و یهو غافلگیرش کردم. همونجا نشوندمش. اول دستاشو وقتی بستم حتی نگاه هم نمی کرد. گفتم به چشمای من نگاه کن. چرا نگاه نمی کنی؟ نگاه بکن به چشمای من، حتی شاید ببخشمت، نکشمت. اما فقط به آسمون نگاه می کرد. انگار یه چیزی، یه قراری با یه کسی داشت. چرا حرف نمیزنی؟
گوشمو نزدیکش کردم، یه چیزهایی داشت زیر لب میگفت، اما من سر در نمی آوردم چیه. و ما رأیت الجمیل و ما رأیت و ما رأیت الا جمیلا. خب ببین، تو هنوز جوونی، تو خیلی میتونی زندگی بکنی. اگر فقط یک بار از من خواهش بکنی، شاید دلم برات بسوزه، اون وقت نکشمت. اما در غیر این صورت ببین، به تو رحم نمی کنم. خیالت راحت باشه، به من نگاه کن. خب نه، مثل این که این نمیخواد. بذار اول تیزش کنم، قشنگ تیز بشه. نه وقتی تیز نباشه بهتره. وقتی کم باشه زجر بیشتری میکشی. آره، زجر بیشتری میکشی. حرفی نداری بزنی؟ هیچی نمیگه، فقط اما رأیت الا جمیلا. این چیه که میگی؟ من نمیفهمم چی داری میگی تو. اما بدون این آخرین فرصت، تو هنوز جوونی، میتونی التماس بکنی. چرا التماس نمی؟ آها، تو آب میخوای؟ آره، تو تشنته. آره تشنته. الان برات آب میارم. اینم آب. خب الان دیگه آخرین حرفتو میتونی بزنی. فقط اینو بدون که عمرت رو تباه کرد. وقتی تاریخ از من نوشت، به من افتخار کرد، هیچ کس تو رو یادش نمیاد. اصلا نمیدونه کی بودی، اصلا اسم تو رو نمیدونن، از کجا اومدی، چی کار کردی، چی کار نکردی. تو به درد هیچی نخوردی. فقط الان وقتشه که بکشمت. یک بار دیگه بهت وقت میدم. هر چقدر بهش گفتم فقط التماس میکرد، فقط تو چشام نگاه نمیکرد، التماسم نمیکرد. نمیدونم چرا التماس نمیکنی؟ زندگی به این قشنگی چرا التماس نمیکنی؟ اون چیه که اون بالا رو نگاه میکنی؟ اونجا کجاست؟ نه دیگه طاقت ندارم. بهتره که آخرین حرفتا بزن. حرفی نداری بزنی؟ باشه، من الان تمام میکنم که دیگه هیچ وقت حرفی نداشته باشی بزنی. هیچ وقت. عکس تو دیدم دلاغم، هر بله پشت سرت بود، به گمونم تشنه بود، دمدمای آخرت همه دنیا از تو عکسه، غیرت چشات رو بینم، کربلا نرفته ما، کربلا
دوستان یک کوده شروعی کردن اگه ما نمیرفتیم من از زینب چه سوال من همیشه به یادت هستم، همیشه بالا سرت هستم. من از تو مامانت دل کندم تا بتونم نوکری از زینب به دست بیارم. و سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشق باشه. خدا کشور علی زهرا شیر بیشکم نداره به سر گلت یه روزی پشت چونگی پات میذاره هر کی حاجی دمشقه جعبه یه قبیله میشه حجتون بدار باشه حرم امیر میشه حالا هم نشین جانی شده هرچی رو جسمه حتی توی آسمونم آدمون مهدی اسمه تو به هر دری زدی تا پیش زهرا رو سفیدشی چه نیامتی میخواد که مثل اربابت شهید شی شهید شی شهید شی شادی روح شهدا و امام شهدا اجماعاً سلام. این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم. حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردن با شور و نوا شهید آوردن از شام بلا شهید آوردن با شور و نوا شهید آوردن سوی شهر ما شهید